توی ویدیوی قبلی 5 کشور امن دنیا رو برات معرفی کردم. حالا میخوام 5 تا از ناامن‌ترین کشورهای دنیا رو معرفی کنم که زندگی کردن توی اونا کار هر کسی نیست. و جالبتر از اون این که باورت نمیشه اگه بگم ناامن‌ترین کشور دنیا کجاست. پس حتما ویدیو رو تا انتها دنبال کن. شاخص Global Peace Index هر ساله بر اساس معیارهایی که قبلا به اون اشاره کردیم خطرناکترین کشورهای جهان برای سفر و زندگی رو هم معرفی میکنه. به قول استاد سعدی شیرازی بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، اما این پختگی ارزش سفر به خطرناکترین کشورهای جهان رو داره، چرا که بعضی از خطرها به جای پختگی باعث ته گرفتن آدمیزاد میشه. پس در ادامه با من همراه باش چون میخوام چند تا از ناامن‌ترین کشورهای جهان رو بهت معرفی کنم. راستی هنوز نتونستی ناامن‌ترین کشور جهان رو حدس بزنی؟ رتبه 5 خطرناکترین کشور جهان به عراق اختصاص داره که در چند صباح اخیر شمعی از آرامش رو تجربه کرده و با 2 پله تغییر از 3مین کشور خطرناک جهان به رده 5 تغییر مکان داده. اما با این وجود عراق هنوز از بی‌ثباتی و درگیری داخلی و خارجی رنج میبره و به خاطر احتمال حملات تروریستی داعش مجبور با چشم باز به خواب بره. بر اساس گزارش سازمان ملل یمن از بدترین بحران انسانی جهان رنج میبره و هنوز هم زیر سایه بیش از 5 سال درگیری و کشمکش داخلی و منطقه‌ای قرار داره. اتفاقات تلخی که مرگ و میر زیادی به بار آورد و باعث آوارگی 4,300,000 نفر شهروند یمنی شد و 14 میلیون نفر رو در معرض خطر گرسنگی و شیوع بیماری‌های مرگبار قرار داد. در حال حاضر حدود 80% از جمعیت یمن چیزی حدود به 24 میلیون نفر در شرایط بحرانی قرار دارند و به شدت نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. اگه تا اینجای ویدیو تعجب نکردی دکمه لایک رو بزن چون که قراره با شنیدن کشور شماره 1 برگات بریزه. سودان جنوبی در رده 3 خطرناکترین کشور جهان قرار داره و آنچنان درگیر ناآرامی اجتماعی و جنایت خشونت‌آمیزه که انگار جایی در قرون وسطی گیر کرده و بویی از تمدن و نظم و قانون به مشامش نخورده. سودان تا گردن در سرقت و حملات مسلحانه و آدمربایی و کشت و کشتار فرو رفته و درگیری مسلحانه بین دولت و گروه‌های مختلف کشور رو به یک میدان جنگ تمام عیار تبدیل کرده. این کشور مصیبت زده بیش از 11 میلیون جمعیت داره و طبق آمار رسمی هر 10 دقیقه یک نفر از این جمعیت فرار میکنه. سوریه از سال 2011 به این طرف به شکل خانمانسوزی درگیر جنگ داخلی بوده. تراژدی جبران ناپذیری که لقب دومین جنگ مرگبار قرن 21 رو به خود اختصاص داده و جز اعداد ارقام وحشتناک چیزی به جا نذاشته، تا این حد که تا مارس 2019 حدود 5,700,000 نفر از این کشور فرار کردند و بیش از 6 میلیون شهروند سوری از خانه و کاشانه خودشون آواره شدن. شاید تا حالا حد زده باشید که خطرناکترین کشور جهان که از سال 2020 به این طرف جایگاهش رو 2 دستی چسبیده کجا باشه؟ بله، افغانستان. افغانستان در تلفات ناشی از جنگ و تروریسم رکورددار کشورهای جهانه و یمن رو که زمانی با اقتدار خطرناکترین کشور جهان بود و امروز تا حدودی مواضعش تغییر کرده و از تب و تاب و بحران فاصله گرفته به مقام پایینتری در لیست فرستاده. کشور 40 میلیون نفری افغانستان در حال حاضر طبق آخرین تغییرات کماکان خطرناکترین کشور دنیاست. برام توی کامنت ها بگید حاضرید به کدوم یکی از این کشورها سفر کنید.